مازندران رو من با سوئیس مقایسه میکنم. دیدم سوئیس رو. خانم باور کنید مازندران از سوئیس خیلی زیباتره. برای اینکه یه جایی هست به نام چمستان، به جای نور. اینا شما میرید مثل اینکه الان مثلا 1000 سال پیشید. بعضی جا دست نخوردن. البته یه مقدار ویلا سازی اینا کارایی کردن، ولی مازندران یه جایی هستش آدمو آرام میکنه. ما ایرانمون خیلی قشنگتر از جاهای دیگه دنیاست. منتها آقای معتز بلد نیستیم نگه داریم. بلد نیستیم. بله. ما باید توریسم رو بیاریم. من باور کنید این اغراق نمیگم، مازندران میتونه در سال 40 میلیارد به اقتصاد ایران کمک کنه. اگر بیان، اگر آزاد یه کاری کنیم مردم بیان تشویق کنن. شرم الشیخ میدونید کجاست؟ بله. یه جای محل جنگی بوده، خرابه بوده، الان بندرش درست کردن که اخیراً یه کنفرانس هم اونجا بود. خانم شرم الشیخ و آگهیاشو تو تلویزیون‌های جهان من میبینم، نشون میده کلئوپاترا داره میاد، فراعنه دارن میان، نمیدونید چیکار آگهی میکنن. ما باید اینا رو معرفی کنیم مردم بیان. ملک سعود سال 1333 نمیدونم 33 یا 34 پادشاه عربستان بود، اومد رفت رامسر، میدونید چی گفت؟ جلو همه ایرانیا خبرنگارا بود، گفت هازا جنت، این بهشته. اینو ملک سعود گفته، گفت این بهشت، هازا جنت، این بهشت همین مازندرانه.